درود با مردم عزیزم. راستی دوستان، مردم آزاری، دل آزاری، تحقیر همدیگر را میبینم و دلم ریش ریش میشود. چرا ما امروز به قدر همدیگر نمیرسیم؟ چرا ما امروز مردم آزاری میکنیم، دل آزاری میکنیم؟ چرا ما هنری شاد کردن دل را نداریم؟ کجا شد آن همه وجدان انسانی ما؟ صد افسوس. زنبور زمان نیش میزند، شاید از عذاب وجدان باشد که بعد از نیش زدن میمیرد. اما ما انسان ها همه روز به همدیگر با زهر زبان خود نیش میزنیم. وجدان نداریم که عذاب بکشیم. مثال دیگر مار. سوال میکنند به مار که میگویند تو اینقدر بیرحم هستی که هر چیزی که از نزدت میبراید زهر خود را میپاشی. مار میگوید نه. جای دیدی که مار به مار زهر پاشیده باشد؟ اما همه روز انسان‌هایی را میبینیم که با همدیگر زهر پاشی میکنند و آن زهر از زهر من دیده دردناکتر است، سوزناکتر است. می بخور، مذهب بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکن بتخانه باشو، مردم آزاری مکن. دوستان من، باور کنید از همه دردناکترین، سختترین درد برای انسان این زخم دل است، زخم زبان است. بعضی انسان ها از مال و ملک، از دولت، از بایگری خود همیشه فخر میکنند، اما کاری آنها همیشه مردم آزاری است. جان برادر، دل به دست آر که حج اکبر است. از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. بسیار دلم تنگ می شود. باور کنید تحقیر کردن و آزار دادن همدیگر کار مردان نیست. هر روز خودت بپرس، هر روز خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمت، چه خوبی با مردم کردی. دل آزاری مکنیم، ملهم دل همدیگر باشیم، دل همدیگر رو به دست آریم، دوست داریم همدیگر رو، مهربان باشیم. این دنیا دو روز است. 100 مسجد و 100 مدرسه آباد کنی، 100 بنده به زر خریده آزاد کنی، 100 روز روزه گیری و شب به نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنی. بیاید عزیزان دل با همدیگر مهربان باشیم. نسبت همدیگر مهر و محبت خود را ارزان داریم، چون خدا میدوند فردا هستیم و یا نه. مهربانی و خوبی همدیگر یکی از خصلت‌های حمیده و خوب انسانی است. مهربان باشیم، دوست داریم همدیگر را. خدا نگهبان.